4 صبح 22 ایول با فرمان پرزیدنت و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان در سراسر جمهوری 10,000 نفر افسران و سربازان قوه‌های مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در تمام قلمرو مملکت با بانگ خطر جمع آورده شده آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت چون این کار در تاریخ دولت صاحب استقلال تاجیکستان بار اول و با هدف سنجیدن آماده باشی جنگی جز اتمها دایر کرده شد. خدمات مطبوعات در طول 4.5 ساعت از جریان این چاره‌بینی که تحت عنوان مرز 2021 گذرانیده شد پخش مستقیم برپا کرد. در چاره‌بینی 1023 تکنیک زیرپوش جنگی، 3167 تکنیک اتومبیلی و مخصوص، 440 واسطه ارتلری و مینامیوت، 234 واسطه مدافع ضد هوایی، 45 طیاره و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی در سمت‌های عملیات به منطقه‌های اجرای وظیفه جنگی برآورده شدند. این چاره‌بینی در تمام قلمرو کشور دایر شده ساعت 7 صبح جنبست گردید. بعد جنبست چاره‌بینی امامعلی رحمان به پایگاه گواردیای ملی آمده و وزیر مدافع شیرعلی میرزا با او همچون به سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آید به آمادگی جز اتمها برای گذشت نظامی گزارش داد. امامعلی رحمان در سخنرانیش گفت در شرایط نهایت حساس منطقه و جهان امروز حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان فضای آرام سیاسی و جمعیتی یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و سرجمعی ملت برای دولتداری تاجیکستان اهمیت اولین درجه و سرنوشت ساز دارد. امامعلی رحمان در مرحله حاضره مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فرامیلی را از جمله مسئله‌های اولین درجه نامیده و گفت وضع کشور همسایه افغانستان علل خصوص منطقه‌های شمالی آن که با کشور ما همسرحد میباشند به نهایت مشکل و نامعین باقی مانده، افزای آنها روز به روز مرکبتر گردیده ایستاده است. او از افسران و عسکران خواست در چنین شرایط برای حمایت صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دست آوردن ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشند. امامعلی رحمان اظهار اطمینان کرد که قشون‌های سرحدی تاجیکستان من بعد نیز از عهده حفظ با اعتماد سرحد دولتی با افغانستان با سر بلند میبرایند. سپس در نزد امامعلی رحمان با امر فرمانده پرد گذشت نظامی 10,000 عسکر و افسر قوه‌های مسلح، مقامات حفظ حقوق و افسران و سربازان نیروهای ذخیروی برگزار شد. سنجش آمادگی جنگی 230,000 عسکر و افسر در تاجیکستان در حال صورت گرفت که در چند هفته آخر جنگجویان حرکت در بسیار کشورها از جمله در تاجیکستان ممنوع طالبان نظارت بیش از 900 کیلومتر از 1370 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان را به دست آوردند. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان بعد خروج نیروهای تکیه‌گاه اساسیش ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا دیر نخواهد پایید و زیر فشار طالبان سقوط خواهد کرد.